آقا ما الان سر خاک بودیم، بابا یک شب بچه‌ها فوت کرده بود، بعد جمعیت اومده بود شلوغ، بعد از این تاج گل آورده بودن یه عالمه نوشته بودن بزرگ خاندان، بعد وسطای مراسم بود یهو دیدم یه از این بچه‌های خوشگل مشکل اومد، از این پسرا که شبیه دختره اومد خودش انداخت رو جنازه. حاجی قربونت برم حاجی منو به کی سپرده؟ حاجی من شبا پیشه حاجی من شبا پیشه کی بمونم حاجی کنم؟ حاجی مراسم خیلی داره به هم میریزه، رفتم اینجوری دوتا زدم بهش به خودش تو گفتم پاشو زشته بلا یه اون محکم زمشم. آره آره دوست دارم محکم زمم، گفتم داداش اینو جمع کنید الان آبروتون میبره. منم 3-4 نفر اومدن اینجوری برداشتم بردنش، همونجوری سکوت شده بود یهو گفتن من یقرأ الفاتحه